مقیم اشورف که به قلابی مخصوصاً کلان گمانبر دانسته میشد، در نخستین روز مرافعه‌اش سنه 1 اکتبر از تالار دادگاه شهر خوجند آزاد شده است. ولی از این نهاد به رادیو آزادی گفتند که این آزادی با حکم جریمه همراه بود. در همین حال نظر جانب دعواگر معلوم نیست و تا کجا بررسی شدن شکایتش ناروشن میماند. همچنین گفته شد که حکم هنوز قوه قانونی نگرفته است و جانب‌ها میتوانند به زینه بالایی دادگاه مراجعت کنند. خودی اشورف که صاحبکار است و همچون قدای سروزیر تاجیکستان شناخته می شود، در تماس تلفنی با خبرنگاران رادیو آزادی رهایی‌اش را تصدیق کرد و همچنین اصرار ورزید که او را من بعد قدای سروزیر نگوییم. همش خوب شد رحمت. حالش دوست جواب میدادی منه. یک ماشین دوی ماشین که 4 سال از کدام نیم آخه. در 2 سال اخیر این دوم بار است که مقیم اشورف با این جرم بازداشت می‌گردد. به گفته سخنگوی ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت سوخت، بار اول او 8 می سال 2024 دستگیر گردیده و نیمه ماه ایول همان سال آزاد شد. بعد رهایی‌اش خودش در صحبت با رادیو آزادی گفت که قلاب نیو قرضدار بود و آن وام را پرداخت نمود. به گفته این صاحبکار، بازداشت او به دعوای یک مزاجش ربط داشت. این بار به گفته بعضی از پیوندانش، مقیم اشورف را مقامات امنیتی بازداشت کرده، شکایتگر نیز یکی از پیوندانش بوده است. خودش در تماس تلفنی گفت که در فعالیت صاحبکاریش دیگر نفران نیز از او قرض دارند و به همین خاطر در داد و گرفت کاریش چنین رد و بدل‌ها صورت گرفته است. آدمو اما قریب $700,000 قرض داد. من گیسته نتونسته سود نداده قبل نکرده شتیم. نکردم ما همین کاره که برای کد خودت بزن در نکنه دیگه کس بزنستگی. چند وقتش همون امریکا گرفته برفتگی قریب $400,000 قرض داد. 400 هم اضافه قریب $500,000 قرض داد. امریکا گرفته برفتگی. آماده نمیشد، خریده نمیشد. اما اكو امریکا گرفته نبرفتم نیاتش. مقیم اشورفی 66 ساله در یک صحبت ویدیویی سال گذشته گفته بود که بیش از 30 سال باز به تجارت و سیاحی مشغول است. از آن پیش آموزگار مکتب بود. و نزدیک به 20 سال همچون مدیر شرکت سیاحی سپوتنیک مشغولی به چین بردن و آوردن تاجران عمده فروش و کشاندن بار آنها بوده است. همچنین برای سیاحان داخلی و خارجی روادید نیز آماده می کرده است. او همچنین افزود که بار هم با مشتریان سری مبلغ بحث‌های دادگاهی نداشتند. یک پسر مقیم اشورف با دختر قاهر رسولزاده سروزیر تاجیکستان عائله دار شده و چند سال پیش رسما جدا شدند. اشورف میگوید فعالیت کاری او و فرزندانش به خویش و تبار یا قدای سابقش بستگی ندارد. دوم باره به دادگاه کشیدن مقیم اشورف در حالی است که رسانه‌های تحقیقگر سال گذشته مالکیت بعضی از پیوندان قاهر رسولزاده را در سوخت و دوشنبه و دبی آشکار کردند و این گزارش در شبکه‌های اجتماعی باعث بحث‌های زیاد شد. قاهر رسولزاده از سال 2013 سروزیر تاجیکستان است. از آن پیش رئیس ولایت سوخت و وزیر آب بود. فرزان محمدی، رادیو آزادی شهر خوجند.